اون کنترل رو بده به من. بچه از اون نگاش میترسم خدا منو قربونش کنه انشالله، از زیر دو چشمونش کنه انشالله، خدا منو قربونش کنه انشالله، از زیر دو چشمونش کنه انشالله. هیچی برای مردم هیچی نمونده، مردم دیگه کفرشان در آمده. ما تا چیز ما رفتیم تو گل با کمر. اساس اقتصاد دولت تدبیر و امید اینه آرامش به مردم بده، نگرانی رو برداره. آقای عابدینی، ما میتونیم کشور رو به خوبی اداره بکنیم، تولید هم وضعش خوب میشه، صادرات هم وضعش خوب میشه. چقدر قشنگ، چقدر زیبا.